سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 20 اوگوست همراه شما. در جریان سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ترکمنستان 5 سازشنامه همکاری در عرصه‌های گوناگون میان دو کشور به امضا رسید. با گفته دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، یکی از این سازشنامه‌ها بین وزارت‌های تندرستی دو کشور بود که تقویت همکاری‌ها در آینده را در نظر دارد. امام علی رحمان روز 20 اوگوست بعد ملاقات با قربانگلی بردیمحمدов رئیس جمهوری ترکمنستان در بیانیه رسمی گفت دو طرف در برابر همکاری‌ها مبارزه با افراطگرایی و تهدیدهای نو به امنیت منطقه را بررسی کردند. رئیس جمهوری ترکمنستان گفته است که دو کشور بر طرح بنیاد لوله گاز توجه زیاد دارند که گاز ترکمنستان را از طریق ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان به چین میرساند. تبادل مال در میان دو کشور در 6 ماه سال 2014 تقریباً 50 میلیون دلار را تشکیل داده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید حجره‌های کاری سه حزبی سیاسی کشور را برای موافق نبودنشان به معیارهای بی‌خطری سوختار برای مدت بسته است. در یک بیانیه رسمی وزارت که روز 20 اوگوست نشر شد، آمده است ضمن تفتیش 186 انشاءات و بناهای دولتی و خصوصی از جمله دفترهای حزب حاکم خلقی دموکراتی در کاخ وحدت، حزب سوسیال دموکرات و حزب نهضت اسلام معلوم شد که در حجره‌های کاری آنها نه همه معیارهای امنیتی برای جلوگیری از سوختار رعایت می شود و برای همین تا زمانی برطرف کردن این کمبودی‌ها حجره‌های کاری سه حزب بسته شد. مقامات این احزاب سیاسی هنوز خبری وزارت امور داخلی را شرح ندادند، اما حزب نهضت اسلامی روز 20 اوگوست گفت که نتوانسته است نشریه رسمیش نجات را نشر کند چون یگان چاپخانه آنها را قبول نکرد. در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه در یک همایش وارد کردن نظام نوی بهاگذاری در مکتب‌های کشور بررسی شد. در تاجیکستان از زمان شوروی نظام 5 بله تحصیل رایج است که برای دانش اعلی بهای 5 و برای تحصیل غیر قناعتبخش آموزگاران بهای 2 می‌گذارند. حالا در کشور نظام غربی و پیشرفته بهاگذاری دانش خوانندگان را تجربه می‌کنند که به گفته وزیر معارف تاجیکستان موافق‌تر است. методи баҳогузории панҷхола танҳо баҳогузорӣ ба иҷрои вазифаи хонагии хонанда аст, на зиёда аз ин. وزارت معارف تاجیکستان عزم دارد در آینده نظام بهاگذاری را در تمام مکتب و دانشگاه‌های کشور دیگر کند. در صورت تغییر نظام بهاگذاری به جای 5، 4، 3 و 2 از حساب 100 بله ممکن دانشجو موافق به از سطح دانشش بها می‌گیرد. راهیما شالویر آوازخوان مردمی تاجیکستان و یک زمان محبوب در کشور میگوید بیگناهیش را ثابت میکند و اگر کسی به دادش نرسد از تاجیکستان میرود. آوازخوان دسته گلشن روز 20 اوگوست در صحبت اختصاصی به رادیو آزادی گفت پرداخت پول به کسی که او را به دادگاه کشید معنی اعتراف گناه را ندارد و راهیما شالویر عزم داشته است که نام داغدار شده اش را پاک کند. راهیما شالویر را دادگاه ناحیه فردوسی دوشنبه ماه اپریل امسال با گناه قلابی به 6 سال زندان محکوم کرد. یک ساکن دوشنبه آوازخوان تاجیک را با اتهام از خود کردن 17,000 دلار او به دادگاه کشیده بود، هرچند راهیما شالویر میگوید فریفته این فرد شده است. در ختلان بزرگترین ولایت پخته پروری تاجیکستان پیشتر از همه مناطق کشور موسم جمع‌آوری حاصل پخته یک مال سرخریدار تاجیکستان در بازار جهانی شروع شد. با گفته مقامات در سراسر تاجیکستان امسال تقریباً 165,000 گکتار کمبک شده است و ممکن است دهقانان بیشتر از 300,000 تن حاصل بگیرند. بانوان ختلانی که با فرزندانشان برای جمع‌آوری حاصل کمر بستند میگویند پول کارشان را هفته 2 بار به دست میارند. پخته چقدر بچینین پوش هم تا تیزه میده سه روزه میده. تاجیکستان که در عهد شوروی یکی از کشورهای اصلی پنبه پرور به حساب میرفت تا 1 میلیون تن پخته نیز جمع آورده است. بعد از شوروی کشت و جمع‌آوری پخته از 0.5 میلیون تن هم کم شد، هرچند نرخ پخته و آلومینی 2 مالی اساسی صادراتی تاجیکستان به حساب می رود و کشور از این حساب 100 میلیون دلاری نقدی به دست می آورد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.